چه خاله نوچه سازن نازن و علیکم السلام. ها بچم چه خیلی سازی نغزی آمدی؟ سلام علیکم بابا جان، چه خشمون است ساز؟ و علیکم از آمدید خانگی همشون است؟ روین کلین کاراتو نکنین. ما اوچم کتی عدد خانه گازانم پیش اوچم اومدم خیلی عدل نمیمونی اگه پای خودمون گازانیم اخی مالش خوب مروان شون نسین تو این خیلی گاو نزن بچم. ای خدایی اوچه یه حال داری به همین کلینات. خیلی گپو چی شد؟ مسئولیتو چی شد؟ چه خیلیش کدی؟ که نیستش میکنی چه میکنی کویا گازان؟ چند قشب وقت نمیام که کتید گازان موچه ای بیو ما قش نمیشیم. ای چه جونی سودمه ایرا نیمدلی ندف کردن در کره خیلی برورده دفش کردن در کره لیکن یا نمود کردن در کره که اکم خودش سرش کنه فهمیدی شب ما تو در پدازرینی نمونیم یا خوش رو یگانچ پریدومت کردن در کره خوش رو کداینم خیلی بچه تا توبته. ای بچم چیکار میکنی گناه گرفته گردن؟ نمیشوه اوچه به خدا که نمیشوه ای دختر خودش آوردگی حالی پکش رو یادت ایدمش یگان تایدیگه شنا آورده دردی سری زیادی دفش کردن در کره انم دختری همسایه مزور بود انا باید خودمون میکدیم. ای بیامون بچه همش نغز میشد خدا خواهد. این نغز دیده پگه تاری سرد میبروی اوچه نمیفهمی تو حالی بیسته حالی میگی کی دختر جان گفت بدیم. اپا جان اوقاتم تیار شد کشته بیارم اوقات. حالی ما اوقات خر نیستیم ندیدستی گاز زدستیم همجا و چمکتی ام بینی تا نتق برا کاری خطا که در کار شد میگیم تا بعد میکش میبیاریم اوقات تا مالش خوب خود نشته کشته بیارم گفته بودم. دیدی؟ اوچه این مورای پرسته فسس نمیکنه به خدا که مورای باید بی استحک اومده بهانه اوقات مور ایرا نیمدلی نیست کدن در کره اوچه یگان خیلی پلان کدن در کره همون دختره که خودمون یافته گیره ما اوجه گاز زدم موندم همین روز نیست بکه پگه میبیارمش. ای بیامون بچیم این انتخابی اکید تقدیر ما همین بوده سکن. خواهران مادران و اپاجانکوی ما امروز من نفر شما را توصیه میتونم که در خانه بشینه و معاش یک ماهه یمی اپاجانی ما 25000 سومانی قانونی بالا یعنی الیت دایرکت شرکت فابریک اپای مدینه جان. من مادر 3 فرزند هستم. خدا با شکر که برابر کارهای خانه و برابر تربیت فرزندانم باز در کمپانی فابریک کار کرده هر 21 روز زیاده از 25000 تومان معاش میگیرم. اگر شما هم خواهیتون از خانه نبرآمده معاشای خوب گرفتن مرحمت نمره واتساپ من بنویسید من به شما همه معلومات روان میکنم. دخترها فروخته گشتن به شما لازم نیست. دانستن زبان روسی هم در کار نیست. معلومات عالی لازم نیست. دخترها من از خانه برآمده نمیتونم برای که کودکای خردسال دارم. دخترها من یگان وقت بار نمیفروشم. یعنی که از من شما نمیتونید که بار خریدن برای کمپانی فابریکا من نمیفروشم ولی من از کمپانی همین قدر معاشای خوب میگیرم هر 21 روز. برای همین دخترها فروخته گشتن این گپای کهنه میتونید که شما نفروشتن از خانه نبرآمده میتونید که معاشای خوب گرفتن. معاشای خوب گرفتن من شما یاد میتیم و پیش شما در اینترنت کتیم نفروشتن میشود دخترها. برای همین میتونید که واتساپ من بنویسید من شما با معلومات روان میکنم. شما همه معلومات گوش کرده وقتی خارگیتون با اگر که کار معقول شد من شما نامنویس کرده یاد میتیم دستگیری میکنم تا معاشای بلند برآمدنتان یاردم میتیم تا دیرکتور رستورانتان خدا خواهد دستگیری های کلان از طرف ما میشود دخترها. وقتی شما تیز دیرکتور میشوید از طرف کمپانی 20000 تومان شما گرفته میتوانید با از طرف نستانی کردن چاله های طلا